إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد از اینکه مکه فتح شد و خداوند نعمتش را برای بندگانش پرره گردانید، مردم گروه گروه به دین خدا می در آمدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم شنید که همه قبیله ها اسلام آوردند مگر یک یا دو قبیله. قبیله حوازین همراه با قبیله ثقیف. آنها می‌خواستند با پیامبر صلی الله علیه وسلم بجنگند. در ماه شوال سال 8 هجری بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم 19 روز در مکه ایستادند، آنها لشکری جمع کردند و برای جنگ با پیامبر صلی الله علیه وسلم برآمدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم اصحابش را امر کرد تا برای جنگ آماده شوند. برای برآمدن بر ضد حوازین 10,000 جنگجو که برای فتح مکه آمده بودند آنها تیار بودند و به آنها 2,000 مردی که از اهل مکه نو اسلام آورده بودند اضافه شدند و همین طور به سوی قبیله حوازین برآمدند که آنها طغیان کرده بودند، کبر ورزیده بودند. اما لشکر حوازین با جنگجویان و زنهایشان و با تمام مال و ملکشان برآمدند. بعضی از حاکمان آنها به این کار اعتراض کردند، اما بسیاری ها گفتند نه، اگر اینها با ما باشند عقیب نمیگردیم و تا آخر می جنگیم. بعضی اعتراض کردند لیکن کسی آنها را گوش نکرد. به منطقه با نام اوتاس رسیدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم با 12,000 جنگجو برآمد. زمین را به لرزه می درآوردند. میان آنها 2,000 نو اسلام آورده بودند. آنها راه به سوی حنین را پیش گرفتند تا با آن قبیله سرکش روبرو شوند. جنگی خیلی گرم خواهد شد. عددشان خیلی زیاد است. قبیله حوازین باشد با همه داراییش برآمده است. اما پیامبر صلی الله علیه وسلم با 12,000 لشکر برآمد و این بار اول بود که با این عددی بزرگ می براید. به سوی این جنگ می رفتند تا دشمن را در منطقه با نام حنین روبرو شوند. اما مشرکان قبیله حوازین به منطقه با نام اوتاس که پیش از حنین بود رسیدند. اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم در راه درختی را واخوردند که آن را ذات و انوات می نامیدند و مشرکان از آن درخت تبرک می جستند. مشرکان در این درخت شمشیرهایشان را آویزان می کردند، قربانی ها می کردند و برای جنگیدن از این درخت برکت می جستند. کسانی که نو اسلام آورده بودند این درخت را دیدند و پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند برای ما درختی ذات و انوات قرار بده، چگونه ای که آنها دارند. چگونه ای که در زمان جاهلیت ما ذات و انوات داشتیم، برای ما مثل همان درخت ذات و انوات بساز. پیامبر صلی الله علیه وسلم سخت به غضب آمده گفتند الله اکبر، الله اکبر، این سنتی بوده است. قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، چگونه ای که قوم موسی به موسی علیه السلام گفتند شما نیز همان را گفتید. برای ما خدای قرار ده چگونه ای که آنها خداها دارند. این کار عبادت غیر الله است. شما درخت را اله قرار داده اید. برای ما اله بساز چگونه ای که آنها دارند. شما قومی هستید که نادانید. هر آینه شما پیروی از سنتی کسانی میکنید که پیش از شما بودند. وجب به وجب از پی آنها میروید. حتی اگر به سوراخ سوسمار درآیند شما نیز می درآیید. پیامبر صلی الله علیه وسلم از سخنی که آنها گفتند به غضب آمد. آره از دین نگشتند زیرا آنها نمیدانستند، لیکن این بسیار سخنی سختی است، بسیار سخنی خطرناکی است که انسان از جمادات یا از درخت برکت بجوید. اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم راه را دوام دادند، میخواستند این خاری در سری راه بوده را بردارند. یکی از آنها گفت ما در این جنگ مغلوب نمیشویم، زیرا عدد ما خیلی بزرگ است و هیچ کس نمیتواند ما را مغلوب سازد. به عدد بسیاری خود فخر میکردند، مثل که پیامبر صلی الله علیه وسلم را این سخن غمگین کرده در غضب آورد. لیکن او راه را دوام میداد تا در منطقه حنین با قبیله حوازین روبرو شود. لشکری مسلمانان به سوی حنین راه را دوام میدادند. 12,000 جنگجو. چون وقتی سحری فرا رسید، پیامبر صلی الله علیه وسلم به ترتیب درآوردن لشکر را شروع کرد. شما در طرف راست، شما در طرف چپ، شما در صف پیش، شما در عقیب می ایستید. میان لشکر مردانی بودند که نو اسلام آوردند. گپ میان آنها بسیار شد. ما فردا پیروز خواهیم شد، هیچ شکی در این نیست.
لشکری به این بزرگی و با این قوه را کسی مواجه شده نمیتواند. بین خود چنین سخنها میگفتند. در شبی که پیامبر صلی الله علیه وسلم لشکرش را آماده میکرد، مالک ابن عوف سردار حوازین و ثقیف، سردار مشرکان نیز لشکرش را آماده میکرد. او لشکرش را امر کرد تا در اطراف وادی حنین پنهان شوند و خود را نشان ندهند. وقتا که لشکر اسلام به پرگی داخل وادی شد، ناگهان برآیند و با نیزه به مسلمانان حمله کنند. و فعلا صبح شد. لشکر اسلام آمدند و به این وادی در آمدند، وادی حنین. 12,000 جنگجو از مسلمانان. ناگهان مشرکان از اطراف وادی برآمدند و مسلمانان را با نیزه و تیرها میزدند. مسلمانان نمیدانستند که این تیرها از کجا می آید. تیر مثل باران بر سر آنها میریخت. از هر طرف به سوی آنها تیر می آمد. به اطراف نگاه میکردند، نمیدانستند که از کجا می آید. اینجا جزء از لشکر اسلام به قفا گشت. سپس جزء دیگر، سپس جزء دیگر. داد و فریاد میان آنها بلند شد. مسلمانان فرار کردند. اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را فریاد زده گفت: من پیامبر خدایم، به نزد من بیایید. ای بندگان خدا، من پیامبر خدایم، به نزد من بیایید. کسی او را نمیشنید. صداها بلند میشد. مردم پشت گردانیده فرار میکردند. اینجا یکی از آنها که نو اسلام آورده بودند گفت: الان سحر و جادو بیکار گردید. و دیگری می گفت: شکست مسلمانان تا ساحل بحر دوام نمی نماید. دیگری فریاد می زد. اینجا مردم به قفا بر می گشتند. و یوم حنین اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت. از 12,000 جنگجو تنها 9 نفر ماند. تنها 9 نفر. اینجا شجاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم آشکار شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم خچیر خود را میزد و به تنهایی به پیش میرفت. مسلمانان فرار کردند. در پیش لشکری کافران است و پیامبر باشد به پیش میرفت. خچیرش را میزد و میگفت: من پیامبرم و این دروغ نیست و من از بنی عبدالمطلبم. من پیامبرم و این دروغ نیست و من از بنی عبدالمطلبم. سفیان ابن حارث که نزدش بود از لجام خچیرش داشته او را منع میکرد و میگفت: ای پیامبری خدا، چی کار میکنی؟ لیکن این شجاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم بود. سپس به عباس گفت: ای عباس، اصحاب سموره را فریاد بزن. اصحاب پیامبر را صدا زد: ای اصحاب بیعت رضوان، ای اصحاب سموره. آنها این صدا را شنیدند، دانستند که پیامبر صلی الله علیه وسلم از پس آنهاست و آنها به سرعت برگشتند. خود را به سوی پیامبر صلی الله علیه وسلم کشانیدند. حتی که آنهایی که بالای اشتر بودند و اشتر نمی ایستاد، آنها خود را از اشتر پرتافته و دوان دوان به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم می آمدند. لبیک لبیک یا رسول الله، لبیک لبیک یا رسول الله. پدر و مادرمان را فدایت میکنیم ای رسول خدا. در اول همراه با پیامبر جز 9 نفر کسی نماند و میان آنها اهل بیتش بودند. لیکن بعد از این ندا مسلمانان صدها نفر به نزد پیامبر خدا بر می گشتند. ثم انزل الله سكينته على رسوله، انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. اینجا ملائک به زمین فرود آمدند. و انزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم اصحابش را دید که دوم باره در اطراف او جمع می شوند. هزارها نفر دوم باره به نزد پیامبر خدا برمیگشتند. حتی که بعضی آنها خود را از اسبش هوا داده به سوی پیامبر صلی الله علیه وسلم می دویدند. در دست سلاح داشتند. جنگ شروع شد و اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: اکنون جنگ می تصفد، اکنون جنگ می تصفد. این مکر آنها به آنها کمک نکرد. هیچ چیز آنها را فایده نمی دهد. آنها مشرک هستند. وقتی که اهل ایمان دوم باره برگشتند و وقتی که خداوند آرامی را به آنها نصیب کرد، اینجا جنگ تصفید و پیامبر صلی الله علیه وسلم مشتی از خاک گرفت و آن را در روی مشرکان پاشیده گفت: الله اکبر، الله اکبر. چشمانشان کور باد. 2 گروه به هم درگیر شدند و جنگ شدت گرفت.
اینجا مشرکان یکی پی دیگری می افتیدند. مسلمانان پیروز می شدند. آواز تکبیر بلند می شد. الله اکبر، الله اکبر. آره، آنها به عقیب گشتند. آره، خداوند به آنها تعلیم داد که عدد زیاد هیچ فایده‌ای به شما نمی آرد مگر آن وقت که خداوند شما را پیروز گرداند. آره، در اول کمی ضعیفی نشان دادند، لیکن مسلمانان کمی نگذشت که باز به حالت اولی برگشتند و این به آن خاطر بود تا خداوند اصحاب پیامبر را تعلیم دهد این که پیروزی تنها از جانب خدا است. ومن نصر إلا من عند الله. اینجا مشرکان پراکنده شدند. صفها از هم پاشید. مرده هایشان زیاد می شد. سردارانشان پا به فرار گذاشتند. بعضی از آنها به سوی شهر با نام نخله فرار کردند. مسلمانان از پی آنها رفتند و آنها را نابود کردند و گروهی دیگری به شهر دیگری با نام اوتان فرار کردند و مسلمانان از پی آنها رفتند و آنها را نابود کردند. اما گروه بزرگ بعد از مقاومت زیاد دانستند که طاقت بر ضد جنگاوران مسلمان ندارند. مسلمانانی که جنت را میخواهند و از این دنیا چیزی نمیخواهند، بسیاری آنها به سوی طایف فرار کرد. اما پیامبر صلی الله علیه وسلم اصحابش را امر کرد تا از پس آنها نروند. همین طور جنگ تمام شد. مشرکان زنهای خود را پرتافتند، کودکان خود را پرتافتند، همه غنیمت‌های خود را پرتافتند و به سوی طایف فرار کردند. پیامبر صلی الله علیه وسلم اصحابش را امر کرد تا از پس آنها نروند و آن غنیمت‌ها را جمع کنند. غنیمت‌های بیشمار 24,000 اشتر، 40,000 گوسفند و هزاران هزار غلامان از کودکان و زنها. مشرکان آنها را ترک کرده فرار کردند. حتی یک زنی را به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آوردند که نامش شیما دختر حاریث بود. گفتند ای پیامبر خدا، این خواهری تو است. خواهری من؟ گفتند آره. او خواهری رضاییش بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم او را احترام کرد. کرته اش را زیر پای او پرتافت. سپس او را آزاد کرد. خواهری رضاییش را دید. شیما دختر حاریث، زنی از قبیله سعد. سپس وقتا که غنیمت‌ها را جمع کرد، آنها را در مکان با نام جعرانه ماند و صحابه را امر کرد تا در نزد آنها بایستد. سپس لشکرش را گرفته از پی مشرکان به سوی طایف رفت. لشکری مسلمانان به سوی طایف، به سوی قبیله حوازین و ثقیف که همراه با سردارشان مالک ابن عوف رفته بودند، راه را پیش گرفت. پیش لشکری اسلام خالد ابن ولید می رفت با 1000 جنگجو به سوی طایف. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم از پی آنها رفت. آنها نو از یک جنگی مشکلی برآمدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم نایستاد و به جنگ دیگری رفت تا جنگ اولی را تمام کند. در این وقتها پیامبر صلی الله علیه وسلم چند ساله بود؟ از 61 سال بالا داشت صلی الله علیه وسلم. با وجود این فرموده شدم تا با مردم بجنگم تا اینکه گواهی دهند که معبود جز الله نیست و من پیامبر خدایم. پیامبر صلی الله علیه وسلم با اصحابش میرفت حتی که به طایف رسید و قلعه مشرکان را محاصره کرد. لیکن مشرکان بسیار قلعه مستحکمی داشتند. به سوی مسلمانان تیرها میزدند حتی که چند نفری از آنها را شهید کردند. مسلمانان میخواستند به قلعه درآیند، نمیتوانستند. پیامبر صلی الله علیه وسلم خواست درختان آنجا را آتش بزند. آنها یک نفر را فرستادند تا این کار را نکند. پیامبر صلی الله علیه وسلم این کار را نکرد. درختان آنها را نسوزاند. همین طور پیامبر صلی الله علیه وسلم صبر میکرد. شبها و روزها میگذشت. بعضی ها گفتند 20 روز، بعضی دیگر گفتند 40 روز پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را محاصره کرد. حتی یکی را به سوی آنها فرستاد تا به آنها بگوید هر کی از قلعه برآید او به خاطر خدا آزاد است. پیامبر او را آزاد میکند، به او ضرری نمیرسد. 23 نفر از قبیله ثقیف و حوازین به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده تسلیم شدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را آزاد کرد و برای هر یکی آنها یک مسلمان را وابسته کرد تا به او چیزی بدهد تا به شهر خودشان بازگرداند. همین طور پیامبر صلی الله علیه وسلم صفی آنها را پراکنده کرد. مسلمانان با تمام قوه آنها را محاصره کرده بودند. کوشش میکردند به قلعه درآیند لیکن نمیتوانستند. با وجود این مشرکان استوار بودند. اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم به اصحابش گفت ما پگاه برمیگردیم. اصحاب غمگین شدند. چگونه پگاه برمیگردیم؟ ما که آنها را نابود نکردیم. این طور باشد پگاه بروید.
وقتا اصحاب خواستند باز به قلعه درآیند لیکن نتوانستند. مشرکان آنها را تیرباران میکردند. پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنها گفت ما پگاه برمیگردیم به اذن خداوند ای پیامبری خدا. وقتا که صبح شد پیامبر صلی الله علیه وسلم میگفت توبه کننده، عبادت کننده، به پروردگارمان شکر کننده ایم. یکی از اصحاب گفت در حق ثقیف دعا کنه ای پیامبری خدا. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت نه، خداوندا ثقیف را هدایت کن و آنها را بیار. خداوندا ثقیف را هدایت کن و آنها را بیار. و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم از طائف برگشت، رفت تا آن غنیمت هایی که از قبیله حوازین به دست آمده بود بین مسلمانان تقسیم بکند. غنیمت ها خیلی زیاد بودند. پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن غنیمت ها اول اشرافان و رئیسان را داد. به ابو سفیان 100 اشتر و 40 سکه نقره داد. گفت به پسرم یزید به او نیز 100 اشتر داد. به پسرش معاویه نیز 100 اشتر داد. حکیم ابن حزام به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد. پیامبر صلی الله علیه وسلم به او نیز اشترانی زیاد داد که تقریباً به 100 می رسید. گفت باز بیده. باز همین قدر دیگر به او داد. همین طور غنیمت ها را بین اشراف و رئیسان تقسیم می کرد. مردم در اطراف او جمع شدند، حتی که گفتند محمد به مثل کسی که از فقیر شدن نمی ترسد خیر می کند. عرب ها همه در گرد پیامبر صلی الله علیه وسلم جمع شدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم غنیمت ها را بین مردم تقسیم می کرد. حتی کار به جای رسید که آنها او را احاطه کردند. کرته پیامبر صلی الله علیه وسلم در درخت بند خورد و آن پاره شد. گفت ای مردم کرته ام را رها کنید. قسم به خدا که اگر من به اندازه درختان اتهام نعمت می داشتم بیشک آنها را بین شما تقسیم می کردم و چیزی را باقی نمی گذاشتم و بعد از این هم مرا ترسو، بخیل و دروغگو نمی یافتید. وإنك لعلى خلق عظیم. انصاری ها این منظره را تماشا می کردند. پیامبر صلی الله علیه وسلم غنیمت ها را بین اهل مکه، آنهایی که نو اسلام آورده بودند، تقسیم می کرد. آنها به هم دیگر می گفتند پیامبر ما را فراموش کرده است، ما را ترک کرده به سوی قومش رفته است. سعد ابن عباده به نزد پیامبر آمده گفت ای پیامبری خدا، انصاری ها از این غمگین شدند. غنیمت ها را بین اهل مکه تقسیم کردی و به آنها ندادی. گفت ای سعد، تو در این باره چی میگویی؟ گفت من مردی از همین قوم هستم، یعنی آنچه مردم میگویند همان را میگویم. گفت قومت را جمع کن. آنها را در جای جمع کردند. انصاری ها را بعضی از مهاجران آمدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را اجازه نداد. دیگران آمدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را نگذاشت. این جماعت تنها با انصار است، زیرا آنها در نفسهای خود خلل دیدند. وقتا که جمع شدند پیامبر به آنها خطبه خواند. گفت ای جماعه انصار، گفته های از شما به من رسیده است. شما نسبت من چیزی در نفسهایتان یافتید. ای جماعه انصار، آیا من وقتی نه آمدم که شما گمراه بودید و خداوند به سبب من شما را هدایت کرد؟ تنگ دست بودید و خداوند شما را بای کرد. بین خود دشمنی داشتید و خداوند الفت را بین دلهای شما انداخت. همگی گفتند خدا و رسولش بهتر و خوبترند. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنها گفت ای جماعه انصار، اگر بخواهید میگویید تو به نزد ما آمدی در حالی که تو را دروغگو پنداشتند و ما تو را تصدیق کردیم. تو را پیش کردند و ما جایت دادیم. با تو جنگیدند و ما تو را کمک کردیم. آنها می گفتند خدا و پیامبرش بهتر و خوبترند. سرها را پایین کردند. از چشمانشان اشک می ریخت. گریه در میان صف انصار بلند شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت ای جماعه انصار، من یک متاع ناچیز این دنیا را برای دلبرداری قومی دادم که نو اسلام آوردند و شما را به اسلامتان گذاشتم. ای جماعه انصار، آیا نمی خواهید که مردم با شتر و گوسفندان بروند و شما با پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به خانه هایتان بروید؟ آنها گفتند خدا و پیامبرش بهتر و خوبترند و گریه میان انصار زیاد می شد. سپس گفت ای جماعه انصار، قسم به ذاتی که جان محمد در دست اوست، اگر مردم همه به یک دره بروند و انصاری ها به دره دیگر، من با انصاری ها خواهم بود.
و اگر هجرت نمیشد هر آینه من از انصار می بودم. مردم همه عوام باشند، انصار خاص می باشد. سپس در حق آنها دعا کرد و آنها گریه می کردند: خداوندا به انصار رحم کن، به فرزندان انصار رحم کن، به نبیرگان انصار رحم کن. و آنها گریه می کردند و می گفتند: ما با این تقسیمات پیامبر راضی هستیم، چیزی از دنیا را نمی خواهیم، تنها رسول خدا صلی الله علیه وسلم را می خواهیم و از او راضییم. حظا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. و انصاری ها به این تقسیمات پیامبر صلی الله علیه وسلم راضی شدند. ایمان شما کامل نمی شود تا اینکه من برای شما دوست داشته تر از پدر و مادر و فرزند و تمام مردم باشم. انصاری ها تا این اندازه پیامبر صلی الله علیه وسلم را دوست می داشتند. نفس های خود را قربان کرده بودند. در احد چی کارهایی کردند، در جنگ بدر نیز، در جنگ خندق چی کارها کردند. همه قربانی پیامبر صلی الله علیه وسلم بودند، لیکن ترسیدند که پیامبر صلی الله علیه وسلم قومش را دیده آنها را فراموش کرده است. آنها از این مال غنیمت چیزی نمیخواستند. آنها پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم را میخواستند. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم تقسیم غنیمت ها را از گوسفندان و شتران و دیگر مال ها به آخر رسانید، زیرا قبیله حوازین همه داراییش را ترک کرده بود. چند روز منتظری آنها ماند، لیکن آنها نه آمدند و تسلیم نشدند و مسلمان هم نشدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم تصمیم گرفت تا مالهای آنها را و غنیمتهای آنها را بین مردم تقسیم کند. بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم غنیمتها را تقسیم کرد، قبیله حوازین برای اسلام آوردن آمدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را بین گرفتن غنیمتها و کنیزان اختیار داد و آنها کنیزان را اختیار کردند. و پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند: ای پیامبری خدا، ما عمه‌ها، خاله‌ها، دختران داریم، آنها را آزاد کن. پیامبر صلی الله علیه وسلم همه آنهایی که زیر دستش بودند و همه آن کسانی که زیر دست بنی عبدالمطلب بودند آزاد کرد. گفت: اما مردم را من صاحبشان نیستم. لیکن اصحاب وقتا که دیدند پیامبر صلی الله علیه وسلم کنیزان را آزاد کرد، همه آنها کنیزانشان را آزاد کردند. این دین به خاطر مال نآمده است یا برای دنیا. این دین تنها رحمت برای عالمیان است. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم حج عمره کردند و بعد به شهر خود بازگشتند، به سوی طیبه، به سوی مدینه. اینجا وقتی تازه کردن جزیره عرب از شرک و بت‌ها رسید، پیامبر صلی الله علیه وسلم به فرستادن سریه ها شروع کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم سریه را با سرداری عمرو ابن عاص به سوی قبیله حذیل روان کرد. آنها بتی داشتند با نام سوا، آن را پرستش می‌کردند. این سریه را به سوی آنها فرستاد. وقتا که عمرو ابن عاص به آنجا رسید، خادم سوا، نگهبان همان بود، گفت: چیکار کردنی تو؟ گفت: من آن را چپه میکنم. گفت: نمیتوانی. آنها حتی از این بت میترسیدند. عمرو ابن عاص گفت: وای بر تو، این سنگی است که نه فایده میرساند و نه ضرر. عمرو آن را چپه کرد و اصحابش را امر کرد تا آن را به خاک یکسان کنند و خادم آن بود اسلام آورد. مردم اسلام را پذیرفتند. سعد ابن زید را به سوی بت با نام منات فرستاد که آن در ساحل بحر بود، آن را نیز چپه کردند. علی ابن ابو طالب را با 150 نفر که 50 نفری آنها اسب سوار بودند به سوی قبیله طی فرستاد. وقتا علی ابن ابو طالب آمد، مردم به او ضدیت نشان دادند، لیکن او آنها را شکست داد و بتی که آنها می پرستیدند شکست. نام آن بت فولس بود. از آنجا با غنیمت ها و کنیزان به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و میان آن کنیزان آل حاتم تای مشهور نیز بود، همان عربی سخاوتمند. اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم آل حاتم را تقسیم نکرد، اما عدی ابن حاتم به سوی شام فرار کرد. خواهرش در شهر پیامبر صلی الله علیه وسلم ماند. یک روز به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده گفت: ای پیامبری خدا، ای پیامبری خدا، سردار ما گریخت،
پدرم مرد و من زنی کلانسالی هستم، خدمت کرده نمیتوانم، پس از من درگذر تا خدا از تو درگذرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت آن سردار کیست؟ گفت برادرم عدی به سوی شام فرار کرده است. پیامبر صلی الله علیه وسلم او را ترک کرد. سپس آن زن روزی دوم آمد. پیامبر صلی الله علیه وسلم میدانست که او دختری حاتم طای است، عربی سخاوتمند. چون روزی دوم آمد گفت ای پیامبری خدا، ای پیامبری خدا، سردار ما گریخت، پدرم مرد و من زنی کلانسالی هستم، خدمت کرده نمیتوانم، پس از من درگذر تا خدا از تو درگذرد. در روزی سیوم آمد. پیامبر او را آزاد کرد. علی ابن ابو طالب به او گفت از پیامبر یک مرکب بخواه تا تو را به قبیله‌ات ببرد. او از پیامبر صلی الله علیه وسلم درخواست کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم با او احترام کرد و برای او مرکب داد. آن زن شتابان به سوی شام رفت، به سوی برادرش. گفت ای عدی به سوی پیامبری خدا بشتاب، قسم به خدا که او کاری کرد که پدری تو این کار را نکرده بود، یعنی به من احترام کرد که پدرم چنین نکرده بود. حاتم طای، پیامبری ما از حاتم طای دیده سخاوتمندتر بود. به سوی او برو ای عدی. عدی به سوی پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد. وقتا نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد، دید که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم این سخن خداوند ذوالجلال را میخواند. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. عدی گفت ما آنها را عبادت نکرده ایم. پیامبر گفت آیا چیزی را برایتان حلال دانستن شما حلال دانستید و چیزی را حرام کردن به شما حرامش دانستید؟ عدی گفت بله ای پیامبری خدا. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت همین عبادت کردن است، این پرستش غیر خدا است. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت ای عدی آیا خدای جز الله را میدانی؟ گفت نه. گفت اگر لا اله الا الله بگویی ضرر میبینی؟ گفت نه. گفت اگر گواهی دهی که من پیامبر خدایم ضرر میبینی؟ گفت نه. اینجا عدی گفت گواهی میدهم که خدای جز الله نیست و تو پیامبری خدا هستی. اسلام آورد و همراه با پیامبر صلی الله علیه وسلم می نشست. از او دین را می آموخت. وقتا اسلام را خوب آموخت، پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت ای عدی اگر عمرت دراز باشد، مسافری را می بینی که از هیره به سوی کعبه می براید و در راه از کسی جز از الله نمی ترسد، و این چنین می بینی که خزینه های کسرا کشاده می شود. مردی را می بینی که دستانش پر از طلا و نقره است، کسی از او قبول نمی کند. عدی می گوید زندگی کردم حتی دیدم مسافری را که از هیره به سوی کعبه برآمد و تنها از خدا می ترسید و از جمله کسانی بودم که خزینه های کسرا را کشادند. سپس به اصحابش گفت اگر عمری شما طولانی باشد، مردی را می بینید که دستانش پر از طلا و نقره است، کسی از او قبول نمی کند. همین طور پیامبر صلی الله علیه وسلم جزیره عرب را از بت‌ها و پلیدی‌ها پاک ساخت. والأوثان كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام.